خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. خواهم کی کلان شوی، عالمی زمان شوی، شخصی با ایمان شوی، بچه جانم. افتخاری من شوی، نامبرداری من شوی، ننگ و آری من شوی، بچه جانم. نوری دو چشمانی. بقای عمر انسان است فرزند، و جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او مکافات زیزدان است فرزند. السلام علیکم دوستان، تماشابین ها، بیننده های عزیز ما. امروز جمعیت تبریکات شهنان در دهه آهلیک عزیز و عظیم برای تبریک کردن جشن یک سالگی صالح بانو آمده که قریب 5 سال باز انتظار بودند. این طفلکی به غبار و البته میوه بهشت را امروز تبریکات را از نام آنجان راه دورشان امیدانه تیار کردیم و لحظه های پر از خرسندی شادیانه را همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان با آغاز بکنیم. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده، سلامی ماست پیک عاشقانه، سرود است و درود است و ترانه. السلام علیکم پدر مادران عزیز، السلام علیکم خویش و تبار نزدیکان، مهمانان عالی قدر. یکی شما را با امروزه لحظه های خرسندی بسیار هم فراغتی و زیبا جشن یکمین سالگرد صالح بانو خیر مقدم خوش آمدن میگوییم. قدم های مبارک شما را نوری دیده تاج بر سر میخوانیم و البته ناگفته نماند که با سال 2025 که امروز اولین روزهای این سال است، هر یکی شما را تبریک میگوییم. بگذار در خاندان شما بردباری، سعادتمندی، خوشی های زندگی، برکت خداوند همیشه باشد. عزیزان ما باشد میخواستیم با کلام احترام روی صحنه این ملکه خاندان، فرشته خاندان را، البته صالح بانو همراهی زیبینیسانه سعدالله بابا، اکمل بابا و البته خالجانشان پروین آیتی، دمیرجان و نگین بانو و صحنه تکلیف میکنیم با قرصک های صمیمانه شمایان. آنکلان رحیمانه مرحمت، شما نبیره را به دست گرفته روی صحنه نزدیکتر میستید. مرحمت، زادروز مبارک باشید. منورانه آنکلان ها، منورانه مرحمت، منورانه مرحمت. آنکلان خدا کند به توی نکاحی نبیره ها رساند. سعدالله بابا، اکمل بابا مرحمت. یعنی پدرها همه شرمگینه. سعدالله بابا، اکمل بابا، دمیر جان شما را تکلیف میکنیم. مرحمت. رحیمانه باید ما سخن کنیم و تبریکات رو رسانیم. وقتی شما را نگیریم این طرف پیسته کنی زیبیانه. اولا برای منورانه
برای رحیمانه زادروز ابیره مبارک باشد. صالح بانو کلان شود، مانند هر دوی شمایان عمر دراز و پربراکت را صاحب یکچند فرزند و نبیره و ابیره ها شود. و در آن وقتی که توی نکاحیش کردی با یک لباسی سفید گسل میکنیم، الان وقت با هر دوی شمایان تا که ملکش به در آمده هزار علیک های خواندن، نه به اسا راست ایستاده، الان خلیل راست ایستاده، هزار علیک های خواندن نصیب کند. بگذار دعا کنید که دعاهای شمایان مستجاب است. صالح بانو زادروز مبارک. نگین بانو امروز شما را از نام مادر راهدورتان از نام امیدانه صدقاً تبریک میگوییم. بگذار صالح جان خاندان که من چندین سالها رحیمانه در هر توی و مرکه ها در روزهای خرسندی دعا میکردن آن کلان ها که صاحب ابیره شویم. در خاندان دمیرجان و نگین بانو آوازی گریه کودک برایت گفته خداوند کریم به نیت نیک آمین میگفته است. من امروز انا همین طفلک نازنین علقه یک ساله شده است. ببینید تا یک چشم میزنه مکتب خان و بعد از آن کلان میشود. بگذار دخترکی کلان شود. زیبیپا زادروزی نبیره مبارک باشد. هر بار که در مسافرت زنگ میزدیم سنجون سوانچتی من نبیره دار شدم گفته با یک چشم پر از مهر و اشک شادی سخن میکردن. خدا کند که صالح بانو خواهرکی کلانی شود و خاندانتان پر از نبیره شود. خاندانتان پر از دادرک و خواهرکان صالح بانو شود و هر بار و هر سال ما آمده تبریک کردن نصیب کند. امروز صالح بانو را از نام اهل امروزه مهمانان، از نام آنجان راهدورشان و میدانه، از نام اکمل بابا چکلکی از نام سعدالله پاچا صدقاً تبریک میگوییم. میگویند طفل گریانم کلان شو، در جهان از من نشان شو، گنج شهوارم تو باشی، وقتی بیدارم تو باشی، در جهانی نامداران نامبردارم تو باشی، اختری تابانی پدر، مهره پیمانی مادر، حاصل خودکاهی دل، دولت و دوران مادر. این دخترک نازنین کلان شود و سعدالله بابای و اکمل بابا را خدمتشان را کند و هر بار اولین بار با لفظ شیرین شعری از یاد کرده است گوید که آلوچه گلی بادام من نبیره بابام شیشته چای نوشن و من چای ریزه که بابام گفته در خدمت آنجان و بابا جان ها باشد. زادروزشان مبارک. امروز روز خرسندی را برای شما و سیمای شمایان برای همون پدران این خاندان تبریک و تهنیت ها میگوییم. بگذار این لحظه های خرسندی شادیانه در این خاندان همیشه هویدا باشد. برای دخترک نازنین چقدر سخنها گویم کم است. من امروز اولین میلاد عمر را جشن گرفته ایستاده است. خدا کند از این قدم هر دو همین آنکلان را زیر کند و نامبردار این خاندان شده گردد. زادروز مبارک. امروز زیبیپا از نام امیدانه هزار تشکر رحمت ها میگوییم برای شما و گفتن ما فخر میکنیم برای خداگری خداداری. پسی بلندی های زندگی را پسی سر کردیم، یگان مراتبه از زبانشان سخن بد را نشنیدیم. دختری ما با آن خاندان دختر شده در آمدن. هزار رحمت و همیشه صحت سلامت گردن. ما فخر میکنیم با چنین شخصیت ها که خداگری داریم و در آن خاندان دختر ما دختر است. هزار رحمت میگویم و رمزی تشکر با تبریک کردن امروزه زادروزی نبیره از نام امیدانه برای زیبینی سالانه انگشترین طلا است. البته پروینه‌ای خودشان تقدیم میکنند. زادروز مبارک باشد. مرحمت آنا جان با زیبینی سالانه با مرحمت مبارک باشد.
زادروز دختر مبارک باشد. خدا کند همراهی دمیر جان دم پیری و دولت پیری را دیده مانند سعدالله پاچا و زویاپا مانند پدر مادرتان خوشبختانه حیات برای شمایان نیز نصیب کند. شما هم مانند همه آن کلام ها آن کلام شده برای فرزند و نبیره های خود دعاهای نیک را دادن نصیب کند. امروز از نوع مادر جانتان شما را تبریک میگویم. گفتن عذر مرا پرس که من امروز یادش پیستاده نتونستم، لیکن قلباً روحاً همراهش هستم. من خرسندم که در خاندانش آواز طفل است. هر صبح گریه ها میکند و با تشویش های شیرین زندگی بند است. خدا کند بر دوام باشد و هر سال با علم خیر رفته خرسند کردنتون نصیب کند. گفتن برای شما گوشوارهای طلا خواهرتان تقدیم میکنند. از نوع مادر جانتان مرحمت مبارک باشد. نامشان دخترکی صالحه شده کلام شود و نامبردار اهل آیله شود و زویاپا خدا کند که ورد شدگی وقتش به همیشه نام این سلاله را بالا بردارد و از پیشش فخر کرده گشتن برای ما نصیب کند. و از نام آن جانشان گردنمانه طلا است. نامشان را مهر ساختن برای صالح بانو. مرحمت خاله جانشان تقدیم میکنند. زادروز مبارک باشد. با یک شرط اکمال بابا گفتند که خدا کند کلام شود بیدرد و غم با وای رسد و بایم علم خیل از اینم کلانش را توفه کردنش نصیب کند. گفته با یک نیت های نگن همین اتومبیل را برای صالح بانو آوردن. از نام اکمال بابا مرحمت چینانید و پیشی تارت به نزدیکتر میبریم. یک جای شیرینی را همراهی آن جانها نزدیکان میبریم. Чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения, чумового настроения. Порой не всегда весло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское подало. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Но рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. Но рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных. رحیمانه سر خوش آمدید کردید می؟ خوش آمده کردید میگم برا بوده و خوش. بعد از آن صالح بانو را هر دویتان تبریک میکنید. مرحمت. السلام علیکم مهمونان همدیران
خوش آمده نوری دیده تاجکستان مبارک باشد امری خرطنی سعدی یک دیگر خاطره که جمدیلی بیرم همین خورسنده های پریشان نکنه با سال ماهی به نقصان رفتون الهی اینا همون تیز شود پاشام به عدالت شود برکه آبی رونت یاد زمین همون مستحکم شود الهی همین سال خبانو کلون شود دختره که کلون به عقل به تمیز شود الهی خداوند کریم اپشتی این با یک چم دختری پسرکار می به عطا کنه خداوند کریم الهی همه وقت این کلون شود دست نگیره پدر و مادر آنه باباها شود الهی همه وقت تنکی صحب دیارم به خاطره که جان زبینیسا خوجاینت کده الهیم پیر و بدله حضوره که نیوره یوره بنا اکمالا خوجاینت کلون کده و حضوری بچه کو نیوره ایوره کویا بنا الهی همه وقت همین روزکای خورسندی به همه رسونه همه چیز میده لگدارن میدکویتون به خدا رسونه همین روزکای خورسندی پریشان نکنن و سال ماهی به نقصان رسونه الهی و هم میکاتون خوش آمده نوری دیده تاجی سر سلام علیکم مهمانی عزیز خوش آمده با این درگاه نوری دیده تاجی سر هم یکاتون صاف باشه سال خباری من فرشته خوندان و ایلویم کلون شود به درد و بیغم شود مقتوای اولیبت رویا دستیاری بیجان و دردجان شود ایلوی مکن افشته کشم یکم پخت کرده کلون شود هم یکاتون حرمت کده اومده هم یکاتون رحمت کلون میدویتی اب یکم یورتی مسافری بسته سوق باشه سلامت باشه اب یکم کارکاتون با اومد شوی شود باجو یکتون معلوم نبودگیتون همه وقت سوق سلامت باشه جمعی که مسافر خواه روی هم یکاتون با صبری کلون دیه سوق باشه سلامت باشه کارکاتون با شوی شود هم یکاتون سوق سلامت رفته روی هم یکاتون سوق سلامت بشه هم یکاتون خوش آمده نوری توجی سر سوق باشه هم یکاتون شاید خجا نمکت با مناسب نمکت الهی مکن کلون شو صد بدرو با باد آنه کلون و امیدوار راحتی دور بکار کیسه همه شما نگفته کار کیسه همه کن الهی صد بدرو ما شما میره و قوت ده کلمولا رحمه شما ما شما کلون نگفتیم تا بگوته دختران قبول کرده که من همین نفس چند سال شده حالی یمان باد دفعون شما بود تو من نرفته رحمت کلون صالحه کلون شمایی مهربونی بیش من هر زمان بیا محبوبه نگه اون طرفو من چای پایدم رحمت کلون رحمت طرفته میستیم رحمانه سمرقند ما با یک انانه است که فقط پدران آن انانه را دوام میکنند مراسم است کاکلگیران میخواستیم از باباها سعدالله بابا اکمل بابا این انانه مبارک است لایق شده شمایان میخواستیم با یک نیت ها البته با کاکلان این صالح بانو قیتی زنان عمرشان دراز شود مرحمت سعدالله بابا اکمل بابا شمایان را به صحنه تکلیف میکنیم دبیر جان صالح بانو را خودتان برداشته استید و یک جای مراسم کاکلبیران را گذرانیم و یک جای بعد رقص ما خرسندی کنیم مرحمت سیف الله بابا مرحمت علم بابا عثمان تاقا شمایان را نیز تکلیف میکنیم یک جای مرحمت سعدالله بابا مرحمت امجانی خاندان علم امک تاقاجانی خاندان عثمان تاقا مرحمت سیف الله بابا به نزدیکتر سعدالله بابا مرحمت مرحمت پیششان رویم میاد
اگر شما میشدید خود رحیمانه را جواب نمیدادیم. باید باباها مراسم را برگزار کنند. من گفتم بیاید. مرحمت آلیم بابا. یعنی با یک صوت و صدای زیبا یک جای کاکولانش را قیچی میزنیم. مرحمت. Camsiz odasini duo qilgan ranjigina odamsiz tasbih bo'lsin Sayfullo bobo marhamat. Sayfullo bobo sar kuned xudoton. Zodro'z muborak. خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی آموختم تو هستی جان پدر بری من تو بار پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر بچه جانم پسر باشی آموختم تو هستی جان پدر بری من تو بار پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی بی جهانی من بچه جانم هستی تو تمامی من شادی ای تمامی من وقتی تمامی من بچه جانم بچه جانم آلی مکه مرحمت. بچه جانم بچه جانم جان جانم آلی مکه نیت کنید که مانند شما صاحب یکجا فرزندها شود. شیری من دانایی من دوست مبارک باشد. مهمانان عزیز، اهل هنر چنین شخصیت است که وی در خاندان روزی خورسندی دارد یا زادروز دارد، باید در روزی خورسندی مردم در خدمت باشد. امروز این مرد هنرمنده که طول چندین سالها در روزهای خورسندی شادیانه آهلیک و سمرقند ما در خدمت هستند. سفرعلی رجبزاد این شام جشن زادروز دارد. برایش یک قرصک میزنیم و روی صحنه تکلیف میکنیم. سفرعلی که زادروز مبارک، به اولاد خود از طرف مبارک باد میگوییم. 120 ساله شوید و هیچ وقت خسته نباشید. همیشه مانند امروز در خدمت مردم کیفیت و خوشی و خرسندی بخشید و بحر مخلصان فقط سرودهای نوین تر و تازه را ویدا کنید. زادروز مبارک. مرحمت مهمانان، از برادر ما سرودهای بهترین یک جای زیبیاپا همه میرقصیم، خرسندی میکنیم. مرحمت. وصیتی دکا کنه